در همین دهه سنجیدزار شهر کنیبادام شب 28 و 29 می 6 عضو دو عائله کشته شدند. یک خانواده کشته شده تاجیک و خانواده دیگر قرغیز بودند. مقامات از این واقعه رسما خبر ندادند. به اطلاع دریافتی رادیو آزادی، عائله تاجیک از مادر و دو فرزند عبارت بوده است. از آنها محبوبه احمدوی 38 ساله، نازنین احمدوی 17 ساله و دمیر احمدوی 14 ساله نام میبرند. پیوندانش گفتند که آنها را دفن کردند و در جسمش علامت کشتار مجبوری را دیدند. محبوبه احمدوی در بیمارخانه دهش پرستار بود و فرزندانش مکتب خوان بودند. شوهرش بهادر احمدوف آن هنگام در روسیه قرار داشته است. وای کدوم قتل به خودی بلوم، وای بلوم بلوم گل بلوم گل بلوم. از عائله کشته شده قرغیزتبارها زلخا ابراهیموی 54 ساله، دادرش عبدالفتاح ابراهیموی 47 ساله و قربانگل ابراهیموی 46 ساله نام میبرند. در آن شام حادثه سه کودک عبدالفتاح ابراهیموف و قربانگل ابراهیموف نیز همراهشان بوده است. آنها زنده ماندند. به گفته همدهگانش اکثر پیوندان این خانواده در قرغیزستان زندگی میکنند. زلخا ابراهیموف معاون مدیر مکتب دهه سنجیدزار بود. این مکتب را اساساً طالب علمان قرغیزتبار میخوانند، ولی فعلا در مکتب نه معلمان و نه طالب علمان مشاهده میشوند. Nimadan devam? Qaysi nimaga diagnoz qo'yishdim endi? سببش را چی فکر کنم حیرانم. برای چی هم تاجیک و هم قرغیز را کشتند؟ این به عقل راست نمی آید. یا قصاص داشت، یا آنها از عائله بای بودند، یا یگان سببی دیگر دارد. نمیدانم. فکر کرده دیوانه شده ایستادم. Yo boymi? Yo boshqa variantlarmi? در حالی که انگیزه و یا سبب کشتار را تا به حال مقامات انتظامی رسما شرح نمیدهد، ساکنان منطقه و برخی از پیوندان در صحبت بدون ثبت گفتند که از خانواده کشته شده ها مبلغ و دارایی گم شده است. رادیو آزادی فعلا به وزارت کارهای داخلی در این موضوع نامه نوشته است و در صورت پیدا شدن تفصیلات آن را نشر خواهیم کرد. کشتار دو خانواده در یک شام و در یک دهه در حالی است که چند ماه آخر دست کم اعضای 4 خانواده در دیگر دهه‌های کنیبادام به طور مرموز کشته شدند. مقامات درباره آنها نیز معلومات مفصل نمی‌دهند. این وضع بسیاری از خانواده ها و پیوندان آنها را که در مهاجرت مهنتی قرار دارند نگران کرده است. آنها و ساکنان منطقه خواهش دارند که مقامات عاملان قتل ها را هرچه زودتر افشا و بازداشت کنند. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر کنیبادام.